به نام خدا. سلام دوستان، امروز میخوایم با همدیگه آموزش نصب برنامه اینشات رو ببینیم. اگر که شما برای اولین بار میخواید اینشات رو نصب کنید، خیلی راحت وارد سایت فروشگاه پلی میشید و مینویسید اینشات و از اونجا نصبش میکنید. به این صورت اینجا مینویسیم اینشات و نصبش میکنیم که برای من نوشته باز شود، چون که من قبلا اونو نصب کردم. حالا اگر که شما برای بار چندم هست که میخواید نصب کنید، باید بیاید و اول اینشات قبلی رو پاک کنید از روی گوشیتون و بعد اینشات جدید رو نصب کنید. طریقه پاک کردنش هم به این شکله که روی اینشات نگه میداریم، اطلاعات برنامه رو میزنیم و هم داده رو باید پاک کنیم و هم کلاً از روی سیستم پاکش کنیم. این قسمت پاک کردن داده ها. اگر که من داده ها رو پاک نکنم، دفعه بعد که خواستم اینشات جدید رو نصب کنم نمیتونم این کار رو انجام بدم. برای این کار باید چیکار کنم؟ باید بیام اینشاتی که قبلا روی گوشیم بوده رو دوباره نصبش کنم، بعد دوباره پاکش کنم و بعد بیام اینشات جدید رو نصب کنم. یه راه دیگه پاک کردنش هم اینه که برین توی ستینگ گوشیتون، تو قسمت اپ و اینشات رو پاکش کنید. و میتونید هم اینشات رو کلاً بخریدش. مثلا اینجا بنویسم خرید قانونی برنامه اینشات. اینجا که میزنم من میتونم که بیام اینجا و با مبلغ 500 تومان برای 1 سال اینشات رو بخرم که من که خودم تا حالا این کار را انجام ندادم. این بود برنامه نصب اینشات. امیدوارم که لذت برده باشید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. ممنون میشم.